در دوره چورابین‌های بخشیده به 30مین سالگرد استقلالیت جمهوری تاجیکستان، ساختمان بینای بخش ثبت اسناد حالت‌های شهروندی ناحیه روشن و شعبه عدلیه ناحیه با مرام جریان دارد. ساختمان این بینای دو آشیانه از ماه اپریل سال جاری آغاز یافته، بناکاران جمعیت دارای مسئولیتش محدود 35 توانستند در مدت کوتاه 90% کارهای ساختمانی را به انجام برسانند. مدیر شعبه اسناد حالت شهروندی ریاست عدلیه ولایت مختار کوهستان بدخشان عزیزبکزاده مهینه دولتبک با گروه کاری از رفت ساختمان بنا دیدن نموده با ساختمانچیان و کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه روشن صحبت آراست. عزیزبکزاده مهینه دولتبک از رفت کارهای ساختمانی اظهار خوشنودی نموده قید داشت که مقامات ثبت اسناد حالت شهروندی همچون مقام وکالتداری به قیدگیرنده سندهای حالت شهروندی مهم بوده. یکی از وظیفه‌های اساسی آن رسانیدن یاری همه‌جانبه به شهروندان در حل مسائل‌های وابسته به عمل به قیدگیری دولتی سندهای حالت شهروندی می باشد. از این رو کارگران باید از شرایط برای فعالیت مهم بهره ور باشند تا توانند برای مردم خدمت رسانی با صفت را راه اندازی نمایند. نامبرده در صحبت با کارگران اظهار داشت که این بهترین تحفه برای متخصصان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه روشن در آغاز سال نو میلادی می باشد. در ساختمان باشد اول زیاده از 20 نفر کارگر فعالیت نموده، زیاده از 90% کار روی ساختمانی را به انجام رسانیدند و کوشش داریم که تا آخر ماه دکبر ساختمان باید به پرگی به استفاده داده شود. مبلغ گذاری باشد از طرف وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان مبلغ گذاری می شود و مبلغ گذاری باشد سر وقت دسترس می گردد و ما هم ساختمانچیان کوشش می دوام که تا مهلت جدا شده ساختمان را باید به پرگی به استفاده دهیم. کارمندان بخش ثبت اسناد حالت شهروندی ناحیه روشن قید نمودند که مورد بهره برداری قرار گرفتن این بنا فعالیت آنها را در سمت کمک و دستگیری حقوقی به مردم به مراتب آسان خواهد کرد. خوشبختانه به نزدیکی مصاحب بنای نو می‌گردیم و از این رو ما منتداری خود را به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان ابراز می‌داریم و ما کارمندان ثبت اسناد آلت شهروندی کوشش می‌کنیم که برای مردم خدمت خوب و بهتر را می‌رسانیم. همه قانون‌های جمهوری تاجیکستان را رعایت نموده طلبات مردم را قانع گردانیم. باید گفت که این زمان در 3 ناحیه ولایت مختار کوهستان بدخشان، در ناحیه روشن، درواز، روشقلعه ساختمان بناهای بخش‌های ناحیوی ثبت اسناد حالت شهروندی دوام داشته. در سال 2021 در این 3 ناحیه بناهای مذکور مورد بهره برداری قرار داده خواهند شد.